ناترازی بانکی مدت زیادیه که شده یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی کشور که تبعات منفی زیادی هم داره که مهمترینش هم تسریع چاپ پوله. همونطوری که میدونین چاپ پول مساویه با افزایش تورم. طبق بررسی‌ها از بین 29 تا بانک شبکه بانکی کشور فقط 10 تا دونش نسبت کفایت سرمایه استاندارد یا همون بالسه رو کسب کردن و 19 تا دیگه شون نسبت کفایت سرمایه شون زیر 8%. تازه بین این 19 تا کفایت سرمایه 9 تا بانک منفیه. به خاطر همین توی سالهای اخیر یه سری زمزمه‌ها از محافل اقتصادی به گوشمون میرسه که بانکای کشور دارن یکی پس از دیگری منحل میشن. خب هنوزم فکر میکنی توی نظام اقتصادی الان بهترین و امن‌ترین راه سرمایه گذاری اینه که دارایی تو توی بانکا نگهداری کنی؟ ایوه. راستی یادم رفت بگم شمارش معکوس انحلال بانک آینده هم آغاز شد. امیدوارم که توی یکی از سپرده‌گذارای این بانک نباشی. اگه دنبال بهترین و راحت‌ترین و امن‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری هستی، پیج ما رو فالو کن. ما کمکت می‌کنیم.